چطور ناخن‌های مقاوم‌تر و سالم‌تری داشته باشیم؟ اگه ناخن‌هات زود میرن، ترک میخورن یا لایه لایه میشن، بدون که تنها نیستی. شکنندگی ناخن‌ها یکی از مشکلات شایعیه که خیلی‌ها درگیرشن، مخصوصاً خانم‌ها. اما خبر خوب اینه که با چند عادت ساده و علمی میتونی ناخن‌هاتو تقویت کنی و حتی از روی ظاهر ناخن‌ها بفهمی بدن چی کم داره. سلام به همه السندیای عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. امیدوارم هر جایی که هستین حال دلتون خوب باشه. ناخن چیه و چرا ضعیف میشه؟ ناخن از ماده‌ای به نام کراتین ساخته شده، همون پروتئینی که توی مو و پوستت هم هست. اما برخلاف ظاهر سفتش، ناخن خیلی حساسه و سریع از محیط تأثیر میگیره. دلایل شایع ضعف ناخن: کمبود ویتامین ها مثل بیوتین، آهن یا زینک، تماس زیاد با آب و شوینده ها، استفاده زیاد از لاک و استون، مشکلات هورمونی یا تیروئیدی، حتی کم‌آبی بدن. چه کارایی باعث مقاوم‌تر شدن ناخن‌ها میشه؟ تغذیه رو درست کن. برای ساخت ناخن‌های محکم باید از درون شروع کنی. بیوتین، ویتامین B7 تقویت کننده اصلی ناخنه که توی تخم مرغ، بادام و آووکادو خیلی زیاده. آهن، کمبود آهن باعث نازک شدن ناخن میشه. منابعش گوشت قرمز، اسفناج و عدس. زینک توی مغزها، دانه‌ها و غذاهای دریایی زیاده، برای ترمیم و رشد ناخن عالیه. و مورد آخر، آب کافی بنوش، چون کم آبی بدن مساویه با ناخن خشک و شکننده. مراقبت روزانه از ناخن، چند کار ساده اما تاثیرگذار. روغن کاری، هر شب با روغن نارگیل یا روغن بادام ناخن‌ها و کتیکل‌ها رو ماساژ بده. کرم مرطوب کننده بزن، مخصوصاً بعد از شستن دستا. از سوهان نرم استفاده کن و همیشه در یک جهت سوهان بکش. ناخنگیر شخصی داشته باش و بعدش حتما ضد عفونیش کن. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. اشتباهاتی که باید ازشون دوری کنی: لاک زدن بدون استراحت. بین لاک ها چند روز فاصله بذار تا ناخن یه نفسی بکشه. استفاده از لاک پاک‌کن‌های حاوی استون. این مواد خیلی قوی‌اند و کراتین ناخن رو خراب میکنن. شستن ظرف بدون دستکش. شوینده ها دشمن شماره 1 ناخنات هستن. جویدن ناخن ها هم ظاهرش زشته، هم باعث انتقال میکروب میشه. آیا ظاهر ناخن نشونه بیماریه؟ بله، بعضی وقتا ناخن ها میتونن زنگ خطر باشن. رگه های عمودی ریز معمولا طبیعیه، ولی گاهی نشونه کمبود مواد مغذیه. سفید شدن ناخن ممکنه به کمخونی یا مشکلات کبدی ربط داشته باشه. ناخن‌های قاشقی یکی از نشونه‌های کمبود آهنه. رگه‌های تیره یا سیاه اگه جدید و نامتقارن باشه باید جدی گرفته بشه. حتما باید پزشک ببینید. پس اگه میخوای ناخن‌های سالم، قوی و زیبا داشته باشی، فقط به ظاهرش فکر نکن. از درون تغذیه‌شون کن، از بیرون مراقبشون باش و به نشونه‌هاش توجه کن. ناخن سالم یعنی یه بدن سالم. توی کامنت ها بنویس که تو بیشتر کدوم مشکل رو داری. ناخنات زود میشکنن؟ لاک زیاد استفاده میکنی؟ یادت نره لایک و سابسکرایب بزنی که کلی نکته جذاب دیگه تو راهه. ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. دوستتون داریم. فعلا.